اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس ما میخوایم برای شما درباره اقلاب و اخفای شفوی درست‌تر بفهمیم ان شاء الله. خب وقتی که ما اقلاب میکنیم چی میشود؟ ما نون رو میپارتیم، عوضش میم میخونیم. پس در همین تلفظ میم یعنی خواندن و تلفظ میم در بین علما اختلاف است. یعنی ایده از علما گفتن که مقصد وقتی که ما اقلاب میکنیم میم رو تلفظ میکنیم وسط لب چی میشود؟ بسته میباشد، یعنی لبو بسته میباشد به شکل عادی، مثال میم بعد. خب اما ایده دیگر از علما گفتن که مقصد که هنگام نطق و تلفظ اقلاب وسط لبها به اندازه دخول و خروج یک ورق کاغذ باز باشد تا فرق میان اقلاب و اخفای شفوی حاصل گردد. یعنی دیگر از علما یعنی ایده دیگر از علما گفتن که مقصد وقتی که ما میم رو تلفظ میکنیم در اقلاب، وقتی که اقلاب میشود اون وقت ما لب رو بسته میکنیم اما وسط لب رو به اندازه دخول و خروج یک کاغذ یعنی یک ورق کاغذ باز میمونیم، بعداً با رو تلفظ میکنیم. یعنی میم بعد دیدین؟ یعنی ایده از علما گفتن که وقتی که ما در وقت اقلاب میکنیم میم رو که تلفظ میکنیم چی میشود؟ با شکل عادی، یعنی لبها بسته میشوند، میم بعد. اما ایده دیگر گفتن که وسط لب رو وقتی که لب رو بسته کنیم وسط لب رو به اندازه دخول و خروج یک ورق کاغذ باز میمونیم تا اینکه فرق شود از اخفای شفوی. فهمیدین؟ اخفای شفوی یعنی مثلا وقتی که ما اخفای شفوی میکنیم، در اخفای شفوی در اینجا نگاه کنین، در اخفای شفوی چه خیلی است؟ خود میم میآید بعدش با میآید که چیکار میکنیم؟ میم رو ما مقصد اخفا میکنیم، مثال لبا هم خیلی بسته و اخفا میکنیم، مثال و هم بالآخره. اما در اینجا که باشد ما چیکار میکنیم؟ یعنی نون ساکن است یا نون تنوین است، ما چیکار میکنیم؟ مبدل به میم میکنیم. پس به همین خاطر ایده از علما گفتن که وقتی که ما میم رو در اقلاب تلفظ میکنیم پس ما وسط لبها را به اندازه دخول و خروج یک ورق کاغذ باز میمونیم تا فرق میان اقلاب و اخفای شفوی حاصل گردد. یعنی انشالله هم مقصد در وقت تلفظ اقلاب هم میم رو یعنی زبان لبها را بسته هر جا ضم کردن میم به شکل عادی مقصد بخونیم هم درست است و انشالله وسط لبها را به اندازه دخول و خروج یک ورق کاغذ باز مانده خواندن هم انشالله این هم درست است. یعنی به شکل عادی خواندن هم درست است و به شکل دیگر هم که گفتیم که تا اینکه از اخفای شفوی فرق شود اون هم انشالله درست است. امین را خواستم برای شما بفهمم. والله اعلم بالصواب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.